دستاش رو جلوی صورتش گرفت و حق حق گریه کرد. پاندای بزرگ متوجه درد اژدهای کوچک شد. میخواست به او کمک کند، او را در آغوش بگیرد و به او بگوید که درست میشود. اما خودش هم از پا در آمده بود و قدرت حرف زدن نداشت. اگر دستش را ول میکرد در آبهای کفالو میافتادند. تنها کاری که میتوانست انجام دهد این بود که به حرفهای اژدهای کوچک گوش کند و تمام تلاشش را بکند تا در امان بماند. حتی سهمگین‌ترین طوفان‌ها هم می‌گذرند. و خلاصه مسیر رو طی می‌کنند. من برای همین کتاب رو خب نمیتونم براتون بخونم که میخوام لذت خوندنش رو خودتون تجربه داشته باشید. دارم از این طریق معرفی میکنم که این کتاب سبک و سیاقش به چه صورت هست. اما یه جمله خیلی جالبی که دیدم زیرش هم خط کشیدم، برای خودم جالبه. پاندای بزرگ وسط این مسافرت یه حرف قشنگی میزنه به اژدهای کوچک و اون اینه که اگه قراره گم بشیم خوشحالم که با تو گم میشم. این خیلی حرفه. و مسیر سنگینی رو طی میکنن و بالاخره نجات پیدا میکنن از اون طوفان، به ساحل امنی بالاخره میرسن. دقیقاً حکایت جزرآمد زندگی که همه ماها باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، در طوفان‌های زندگی بالاخره به یک ساحلی میرسیم و دوباره سرتون رو درد نیارم. در بخش دیگه از این کتاب پاندای بزرگ یک دیالوگای جالبی که بینشون رد و بدل میشه با اژدهای کوچیک دوست عزیزش و با توجه به عکسای قشنگی که انشالله حالا نگاه میکنید چقدر صمیمانه اژدهای کوچیک رو روی دوشش میذاره و بسیاری از این مسیر رو به این شکل همراهیش میکنه. پاندا برمیگرده به اژدها میگه چه حسی داری کوچولو؟ اژدهای کوچک لحظه‌ای فکر کرد. هنوز هم به خاطر از دست دادن دوستام، خونم و البته وسایل چاییم یکم ناراحتم، ولی فکر کنم شاید دارم یاد میگیرم که بیشتر مسائل رو بپذیرم. یه چیز جالب کتاب، اژدها وقتی که با پاندا این مسیر معنوی رو شروع میکنه وسط راه به شدت پشیمون میشه. حکایت خیلی از ماها که شاید یه مسیر رو تو زندگی شروع کنیم، دل سرد بشیم و اصلا پشیمون بشیم که اصلا برای چی من این کار رو کردم و این مسیر رو شروع کردم، آقا نخواستم، برمیگردم از اول و به یه شکل و سیاق دیگه ای. ولی بعد متوجه میشن که فرسنگ ها از خون زندگیشون دور افتادن، وسایل زندگیشون رو خیلی ها رو از دست دادن، حتی دیگه دوستاشون رو نمیتونن ببینن، آدمایی که دوستشون داشتن و خلاصه خیلی از شرایط جدید و خلاصه در یک کلام بهتون بگم تغییر. چیزی که برای همه ما به ظاهر اول دردناک، ترسناک هست و با گذشت روزگار و سپری شدن شرایط و تقریبا مواجه شدن با یه سری شرایط جدید یواش یواش خودمون رو توی اون مسیر جدید به قولی آداپته تر میبینیم، آماده تر میبینیم به حساب دریافت کردن شرایط جدید و ناگهان به خودمون میبینیم که دیگه باید بپذیریم که این شرایط رو برامون رقم خورده یا شروعش کردیم و باید به قولی دیگه شرایط جدید رو باهاش زندگی بکنیم. اژدها هم همین صحبت رو میکنه که میگه درسته که تمام این مسائل رو از دست دادم ولی دیگه دارم یاد میگیرم که تمرین بکنم که شرایط جدید رو بپذیرم. انگار هرچه بیشتر مشتم رو باز میکنم دنیا چیزهای بیشتری توش میذاره. من متوجه شدم همیشه یه موقعیت نیست که باعث ناراحتی من میشه، بلکه دید من به اون موقعیته که باعث ناراحتیه. هرچی کمتر سعی کنم دنیا رو کنترل کنم آزادترم تا پیش رفتنش رو با تمام شگفتی‌های رام نشدنیش تماشا کنم. پاندای بزرگ سرش رو به نشانه فهمیدن تکان داد، ولی اژدهای کوچک با اینکه چیزهای زیادی آموخته بود نمیتونست جلوی ذهنش رو بگیره که گهگاهی بر نگرده به سمت چیزهایی که دیگه هرگز نمیبیندشون. دقیقاً حکایت همه ما آدم‌ها. و برمیگرده به پاندا میگه که تو چطور اینقدر خردمندی؟ پاندای بزرگ لحظه‌ای درنگ کرد و گفت همه ما درونمون خرد داریم دوست کوچیک من. اما خرد یه ندای خیلی آروم و ملایمه، بنابراین شاید برای شنیدنش باید خیلی خاموش باشی. اژدهای کوچک گفت ولی تو انگار همیشه جوابها رو میدونی. پاندای بزرگ لبخندی گشاده زد و گفت خب من تا حالا خیلی بیشتر از تو اشتباه کردم. سپس درست وقتی در این فکر بودن که دیگر جلوتر نرند در دوردست چیزی شبیه عمارت دیدن.
نزدیکتر که شدن دیدن معبدی قدیمی مملو از درخت و گیاه. هیچ نشانی از ساکنان پیشین آن نبود و به غیر از چند میمون و پرنده انگار هیچ کس متوجه آنها نبود. پاندای بزرگ نگاهی به داخل انداخت. امن و محفوظ به نظر می رسید. گفت فکر کنم خونه جدیدمون رو پیدا کردیم. آن شب زیر سایه معبد ویران نشستند و از آب چشمه و غنچه‌های سبز تازه چای نوشیدند. و یه چیز جالبم این که در وسط راه اصلا شرایط برای به دست آوردن وسایلی که گم کردن هم پیدا می شد. و اینکه اژدهای کوچک گفت فکر نکنم دنیا هیچ وقت درست اونطوری بشه که من میخوام. بعضی چیزها رو هیچ وقت نمیتونم تغییر بدم، ولی فکر کنم شاید تغییر کردم، طوری که چیزهایی رو که قبلا نمیتونستم بپذیرم کم کم دارم باهاشون کنار میام. اژدهای کوچک گفت حس میکنم یکم شبیه این فنجون هستم. دوران سختی رو گذروندم و حس میکنم آسیب دیدم. او فنجانش رو سمت ماه گرفت و گفت ولی خب نور از همین ترک‌های کوچیک رد میشه. اژدهای کوچک فنجان چای دیگری برای دوستش ریخت و کنارش نشست. سر خرس بزرگ را نوازش کرد و گفت ازت ممنونم. پاندای بزرگ پرسید برای چی؟ اژدها گفت من بارها و بارها اشتباه کردم و هر بار تو کنارم بودی. هیچ وقت قضاوتم نکردی، ترکم نکردی، سرزنشم نکردی. امیدوارم این بار درست متوجه شده باشم. پاندای بزرگ اژدهای کوچک رو در آغوش گرفت. پاندای بزرگ گفت تا زمانی که زنده ایم همچنان اشتباه میکنیم و در نهایت گم میشیم. این ماهیت تمام چیز هست. ولی تا وقتی که هر دو هستیم همچنان به هم کمک میکنیم و راهمون رو پیدا میکنیم. آن شب پاندای بزرگ و اژدهای کوچک به خواب عمیقی رفتند. بدن خسته و پردردشان به سلامت در ویرانه‌های معبد قدیمی آرام گرفت. سپیده دم از میان کوه‌ها سر زد و از آنها با باشکوه‌ترین طلوعی استقبال شد که قاصد روزی نو و آغازی نو بود. اژدهای کوچک گفت اون بیرون ناشناخته‌ها و فرصت‌های زیادی هست. پاندای بزرگ فکر می‌کنید در جوابش چی گفت؟ گفت خب پس بیا ببینیم چند تاشو میتونیم تجربه کنیم. یعنی شاید همین محل رو هم رها کردند و دنبال یک ناشناخته دیگه، یک جهان دیگه شروع کردن به رفتنش. ایشالله که لذتش رو برده باشید. پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه کنید با امید اینکه بتونیم راههای بسیار جدیدی رو تو زندگیمون شروع بکنیم، کشف کنیم، ناشناخته ها رو و موفق بشیم. وقتتون بخیر.